میدونستی امام علی وقتی به دنیا اومدن قبل از نزول قرآن در آغوش پیامبر قرآن خواندند؟ در روایات آمده زمانی که حضرت فاطمه بنت اسد مادر بزرگوار امیرالمومنین در حالت نزدیک به زایمان بودند، به سمت خانه کعبه حرکت کردند و فرمودند: خدایا، من به تو و تمام پیامبرانت ایمان دارم، به حق همین نوزاد زایمان را بر من آسان گردان. همان لحظه بود که کعبه شکافته شد و فاطمه بنت اسد وارد کعبه شد و خداوند 3 روز از او و مولودش پذیرایی کرد. پس از 3 روز از کعبه خارج شد و حضرت علی علیه السلام را در آغوش پدرشان حضرت ابوطالب و سپس در آغوش پیامبر اسلام که تنها 30 سال داشتند و هنوز قرآن به ایشان نازل نشده بود گذاشتند. در همان لحظه حضرت امیرالمومنین زبان گشودند و فرمودند: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله و اشهد انی ولی الله. یا رسول الله، تورات بخوانم بهتر از موسی، انجیل بخوانم بهتر از عیسی، زبور بخوانم، صحف ابراهیم بخوانم؟ یا رسول الله، قرآن بخوانم؟ حضرت محمد صلی الله فرمودند: بخوان علی جان. امیرالمومنین شروع کردند: بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون. به راستی مؤمنان رستگار شدند. پیامبر همینجا تکلیف عالم آدم را تا روز قیامت روشن کردند و فرمودند: قد افلح المؤمنون به ولایتک یا علی. مؤمنان با ولایت تو رستگار می شوند. اگه به روایت های شیعه علاقه مندی، پیج ما رو دنبال کن.